چه شکلی میشه الان برای ریدوی امروز؟ کار من نیست حداقل. من الان عصبانیم، احساس میکنم که انتقاد در لفافه و نمیدونم این چیزا دیگه اصلا وقتش نیست. من انتقاد نکنه یا انقدر همه چی اصل حرف بزنیم. آره با هر طرف میچرخی الان میری بیرون حال تهوع به دست چشات اشک میریزه. این من از این کمدی نمیتونم در بیارم. دریاچه ها خوش میشه، نمیدونم همه میدونیم قضیه به خاطر سوء مدیریت جنگل هیرکانی داره میسوزه. آخه چی درسته چی سر جاشه من نمیفهمم. بعد برای همین الان به شخص من ترجیح میدم که اصلا کار انتقادی نکنم. دوست دارم لاش دوتا فوش بده، طرف برمیگرده تو تلویزیون تو چش آدم نگاه میکنم که ما مطالبه داریم. من الان امیرحسین قیاسی مثلا میتونه با مزه با این شوخی کنه. من شوخی ندارم با همچنان میدونی گلر دوران کمدی درست کردن من گذشته. یعنی ترجیح میدم مثلا برم به سمتایی که درگیر این چیزا نشم. همین نه به برره فکر میکنم، نه به مارمولک فکر میکنم، نه به این چیزا.